زمستان سرد و خشک که تن را زیر تن سیاه و سرد خود بفشارد و اندوه که از جاگاه جان لبریز شده باشد، دیگر کجا جایی برای بند و پیوند می‌ماند؟ کجا جایی برای دل و زبان؟ وقتی هرچه هست و نیست در غباری گنگ و بیمار دفن شده باشد، لب‌ها به چه معنایی می‌تواند گشوده شود؟ لب‌های مرگان با دست‌هایی ناپیدا دوخته شده بودند، تنها چشم‌هایش باز بودند. چشم‌هایش به حالتی شگفت زده باز بودند، چنان که گویی دیوارها هم مایه تعجب او می‌شدند، هوا هم، روز و شب هم. و انگار از این که بود راه می‌رفت نفس می‌کشید و سرما را تا دل استخوان‌هایش حس می‌کرد در شگفت بود. انگار از این که مادری او را زاییده است، شیرش داده و بزرگش کرده است به حیرت بود. چنین چیزی راست است؟ ممکن است؟ اصلاً ممکن است؟ چقدر چیزهای عجیب و باور نکردنی در این دنیا پیدا می‌شود.